هیئت کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم در جریان بازدید کاری از ولایت کوهستان بدخشان رفت کارهای سازندگی و بنیانکاری را از مرکز ناحیه شغنان که وحدت آغاز نمود. این مقام بلندپایه حکومت جمهوری تاجیکستان را معاون اول رئیس مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزا، معاونان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ایمه شاهزاده، انور ایمه‌شاه، امید جان ناصرزاده، نظیره امیر بیگزاده، رئیس ناحیه شغنان جمعه زاده جمعه شافقیر و رئیس شهر خاروق کشور شهمیری امراهی نمودند. در مرکز ناحیه شغنان معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان با رفت کارهای بنیادی در شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی شغنان شناس گردیده برای فعالیت ثمره بخش به ساختمانچیان بهای ارزنده داد. مبلغ ساختمان این انشاءات برابر به 3,680,000 سامانی بوده. قرار است که کارهای بنیادی تا جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پرره به اجرا گذاشته شوند. این بنا از دو طبقه و تهخانه عبارت بوده. با در نظر داشت استفاده پره آن تصمیم شد که از حساب اتاقهای موجود بوده تاسیس مؤسسه دولتی فیلال تعلیم کلانسالان برای به تعلیم و آموزش کسب‌های گوناگون فرا گرفتن خواهشمندان سپارش داده شد. در رفت بازدید از شهر خاروق عظیم ابراهیم و هیئت همراهانش نخست بازدید کاری را از میدان فرودگاه هوایی شهر خاروق آغاز نموده برای تعمیر قسمت‌های خراب گشته فرودگاه و اسفالت پوش نمودن چقره‌های میدان هوایی، اینچنین از نو رنگ و بار نمودن بنای معمولی و پنجره فرودگاه دستورات مشخص داده شدند. همچنین گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر در سطح بلند به استفاده سپردن انشاءات تعیینات اجتماعی در شهر خاروق از مرکز سودای نوبنیاد واقع در بازار 20 سالگی استقلالیت دولتی دیدن نمودند. باید گفت در این موضوع با تشبث صاحبکار محلی ایدبیک بیک مرادی ساختمان مرکز سودای 3 طبقه ادامه داشته قرار است که در آستانه جشن ملی این انشاءات مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. تشکیل هنرهای مردمی در روز حیات و روزگار مردم کوهستان را بازگو می‌کنند یک بخش مهم فعالیت ساحه نام برده شد. در حدود بازار 20 سالگی استقلالیت همچنین قرار است که کارگاه دوزندگی با جلب 45 نفر بانوان و جوان دختران در پیشروی جشن استقلالیت دولتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. بنیاد کارگاه مذکور نیز از جانب صاحبکار محلی مقرب‌شاه نایاب شایف به راه مانده شده برای فعالیت پرثمر و فراهم آوردن رشد صاحبکاری در این گوشه کشور. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان تشکرات خود را به بنیادکاران بیان نمود. قید گردید که برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی کار دریافت نمودن تجهیزات خودکار برای بریدن اندازه لباسواری مهم و ضروری می باشد و گفته صاحبکار عین حال آنها برای تیار نمودن لباس مکتبچگان فرمایش گرفته تصمیم است که تا آغاز سال نو تحصیل این درخواست را پرره اجرا خواهند نمود. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم هنگام بازدید از انشاءات جشنی شهر خاروق از محل ساختمان پل ماشینگذار محله سیلخاص تکنیک دیدن به عمل آورد. گفتنی است با مقصد کاهش تنبشوی در خط سیری‌های شهر خاروق با هدایت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد سومین پل کلانترین ماشینگذار بر فراز رودخانه غند در شهر خاروق در نظر داشته شده است. طبق لایحه ساختمانی درازی آن بیش از 200 متر بوده. توانایی وزنبرداری آن زیاده از 100 تن بوده. آن در مرکز ولایت از نخستین پل ماشینگذار زمانوی به حساب خواهد رفت. با دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خاروق همچنین ساختمان بنای فیلال 66 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک آغاز گردیده. الکی نصف زیاد کارهای ساختمانی با جلب کارگران وطنی جریان دارد. بنای بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک انشاءات جشنی بوده در عرفه تجلیل سزاوار از جشن استقلالیت دولتی مورد استفاده بری قرار خواهد گرفت. طبق لایحه بنای مذکور 4 اتاق بود از مجلسگاه، کتابخانه، شعبه ها و قسم عملیاتی اتاقهای مخصوص کاری عبارت می باشد. فرمایشگر این ساختمان خود بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک به حساب می رود. قید نمودن ضرور است که ساختمان بنای امانت بانک همچنین در ناحیه‌های اشکاشم و راشقلعه و روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان با مرام ادامه دارد. برای وسعت بخشیدن جریان کارهای ساختنی و سریع وقت و با صفت بلند و اجرا رساندن کارهای بنیادی در این پروژه ساختمانچیان سپارش‌های جدی گرفتند. هیئت کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم همچنین جریان ساختمان تئاتر ملی در شهر خاروق از نزدیک آشنا گردیده برای استفاده سنگ‌های محلی در این ساختمان با دست اندرکاران
اقدام تشکرات خاص را بیان نمود. قید نمود که تئاتر مذکور برای 1000 جای نشست پیش بینی گردیده مبلغ ساختمانی آن برابر به 37 میلیون سامانی می باشد. گفتنی است در آستانه جشن ملی قرار است که در میدان اسماعیل سامانی شهر خاروق در برابر پرچم دولتی همچنین نشان ملی یکی از مقدسات دیگر ملی نیز بنیاد خواهد شد. فرمایشگر نشان ملی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود تالکو منیجمنت بوده. پیمانکار این ساختمان جمعیتی دارای مسئولیتش محدود بنیاد یک شرکت ساختمانی محلی می باشد. این پروژه نیز در قطار دیگر انشاءات جشنی قرار گرفته. گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان از رفت کارهای ساختمانی این انشاءات دیده نموده برای باز هم آباد و زیبا نمودن میدان اسماعیل سامانی شهر خاروق سپارش